ابرقهرمان؟ نه، توی این کامیک خبری از ابرقهرمان نیست. توی این کامیک داستانی روایت میشه از دل یه شهر پر از خون و تاریک، جایی که آدما برای فراموشی گذشتهشون، زخمهاشون، زندگی تاریکشون دست به هر کاری میزنن، حتی عاشق عروسک شدن. بریم سراغ اولین قسمت از کامیک پلاستیک. ادوین از فروشگاه میاد بیرون و میفهمه قضیه چیه. از خود بی خود میشه و پلاستیکو از پشت میکشه رو سر پسره و زانوی یکیشونو میزنه میشکونه و همونطور که سر پسره تو پلاستیک بود و داشت نفس کم میآورد، سرشو کوبید به نفر کناری و نفر کناریشو محکم میکوبه به شیشه ماشین و برسو ور میداره و محکم فرو میکنه تو حلق پسره‌ای که سرش تو پلاستیک بود. ادوین یهو نگاهش به ماشین میفته و ویرجینیا رو میبینه. 10 سال مزدور دولت بودی یا کلی هم آدم کشتی، اما 2 سال پیش به نظر منطقی میاد همه چی واس خاطر ویرجینیا. ازت ممنونم که منطقی بودی ادوین.